ای امت محمد علیه السلام، آگاه باشید، هوشیار باشید، بیدار شوید، اذکر و بیان بیارید روز قیامت. از قفای این دنیا دنیای دیگری است، بیهوده و بی صاحب این کائنات نیست. به حقیقت که اون روز حسرت است، روز ندامت است، روز پشیمانی است، روز هلاکت است، روز خجالت است. بنده از خجالت زیاد تا زانو، بعضی ها تا بجیلک پا، بعضی ها تا میان، بعضی ها تا نو، بعضی ها تا گردن، از خجالت خودش عرق میکنه، در عرق خودش غوطه میزند که خدا سوالش میکنه که من دستی گیرا دادم، پای روا دادم، چشم بینا دادم، گوش شنوا دادم، عقل رسا دادم، خانه و در فرزندت عطا کردم، تو چی بندگی کردی؟ بنده از شرم حیا و خجالت عرق میکنه. اون روز انتقام است، روز عدالت است. در اون روز پول به کار نمیره. و مثل دنیا نیست که تیلا بری بتی، دلار بری بتی، آدم بکشی و خلاص بخری. نه، مخلوق است محتاج اشیا. خدا مخلوق چیزی نیست. روز قیامت در نزد خدا دیگر جای فند فریب نیست، دیگر جای پول بری و پولتی نیست. روز عدالت است، یوم الانتقام والعدالت. بس عبرت بگیرید ای صاحبان دین، ای صاحبان عقل، عبرت بگیرید. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم برحمتك يا رب. ای مردم، آگاه باشید، هوشیار باشید، در غفلت نمانید که همه ما و شما بنده هستیم، همه ما و شما انسان هستیم، همه ما و شما میمریم، دیگر راه نداریم. عجلوا بالصلاة قبل الفوت، شتاب کنید به نماز قبل از فوت شدن. شتاب کنید، سراسیمگی کنید تا که نماز از دست نرود، نماز فوت نکنید. یک ماه گذشت، انسانی که روزه نگرفت، انسانی که تراویح نخواند، انسانی که نماز نخواند، انسانی که از همه اینها نفرت داشت، اونم برابر است، اینم برابر، همه روز خود. لیکن اونی که در یک ماه عبادت کرد، نماز خواند، تراویح خواند، صدقات فطر داد، شب زنده داری کرد و برد کرد، این گذشت یک ماه پسی سر شد. شتاب کنید به نماز قبل از فوت شدن و شتاب کنید به توبه قبل از مرگ. کل نفس ذائقة الموت، هر صاحب روح البته که شربت مرگ میچشد، راهی نیست. هزار اگر که کسی که نباشد، هزاران شاه را از تخت روی تخته میارند. کفی خاکند شاهان جهان از چنگ عزراییل. رفتم به سر قبر شهنشاهی من، او دست دراز کرد و من داد کفن. گفتا که از سخاوتم شرم ندار، از مال جهان همین رسید است به من. مسکین از فرزند آدم، بچه آدم مسکین است، آدم همش بیچاره هست. مرگ به سراغش میاد، از دستش چیزی نمی آید. یکی از علامت قیامت مرگ است، راهی نیست، چاره‌ای نیست. اون فرشته مرگ به پول خریده نمی شود، وگرنه ثروتمندا زنده میمون، همه کمبغل میمرد. لیکن در نزد او فرقی ندارد، نه شاه نه گدا. فرعونم دعوای خدایی کرد، یک دریاچه غرقش کرد و خاک برابرش کرد. نمرودم دعوای خدایی کرد، یک پشه لنگ در بینش درآمد، مغز سرش خورد. شاگردای خودش، خدمتگاراش در سرش دنگل شب کده، خر بر این کشتنش مرد برفت. فرعونم نمرودم دعوای خدایی کرده بودن، چی شدن؟ کسانی که همه در زیر فرمان آنها بود. حضرت سلیمان علیه السلام قاف تا قاف در اختیارش بود. همه کره زمین، جن، انس،
پرنده، چرنده، خزنده زبانی همش میدانیست. در دوام پادشاهی شکمش سیر نشده بود، فقط گرسنه میگشت تا که از حال گرسنه ها بیخبر نمود. گرسنه میگشت. هرگز در دوام شاهیش کسی خنده او را ندید. از غمی که در روز قیامت در نزد خدا چی جواب میدهد. باید آگاه باشی. مسکین است بچه آدم. چی مسکین است؟ ثیابه کفن، لباس فرزند آدم کفن است. کفن دیگر او لباسای قیمت و جامه و جلک میمونه. او کستون و بروک و او فسام کردگی، او تک کردگی و دیگه میمونه به مرده شدگی. کفن، لباس فرزند آدم کفن است. و مرکبه جنازه، سواره فرزند آدم تابوت است. سواره بچه آدم دیگر ماشین های قیمت بها نیست، دیگر تیاره و سیاره و دیگر نیست، بلکه در تابوت بار میکنن میبرند. و منزله لحد، با ششگاه فرزند آدم لحد است، قصر نیست، بستان سرا نیست، دچه نیست. امروز راحت میکنی در اوج پگچی او چی است؟ بستان سرا انه همون لحد است. و منزله لحد و فراشه تراب، جاگه فرزند خواب آدم دیوان و قالین نیست ملایم، بلکه خاک خنک است. و فراشه تراب. عثمان غنی در خاندانش قبر شکندگی بود. هر روزی یک مراتب در او می درآمد و پشت و بالای قبر خواب میکرد تا که آمخته شد. در درون قبر می درآمد. ولی قبر کندگی تیار است. تجربه کنین، برین یک بار در همو بدروین دراز بکشین، بسیار خوب است. با یادت میزنه که در هموجا دهن محکم میکنن و رو بعد در نزد خدا جواب میدی. فراشه تراب و ولده یتیم، فرزند آدم فرزندش یتیم میمانند. و ماله مقسوم، مالهات قسمت میشود. این مالهایی که هزار به حیله و نیرنگ مکر جمعش کردی بعضیش که در همین دنیا خاک دهن شد، همه قصرش موندگی است در همین دنیا، بعضی دیگرش که میمونه به قیامت. ماله مقسوم، همون زمان مردی اون مال قسمت میشه، در ورثه میره. تو دیگر چی هستی؟ حتی از مردت فرزندت وحشت میکنه، میترسه، زنت وحشت میکنه. 2 روز 3 روز بعد برین میگه در دفنش کنین، گمش کنین که بو کردیسه. و 4 مراتب صدا میزند الله اکبر. 2 مراتب دیگر اشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدهد که خدا یکه و یگانه است. 2 مراتب دیگر شهادت میدهد که محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده الله است. و بعد از آن صدا میزند مؤذن حی علی الصلاه، ای مسلمان ای ایتی الی الصلاه، شتاب کنید به سوی نماز. حی علی الفلاح، شتاب کنید به سوی نجات. یگانه کاری که عملی که انسان به واسطه او نجات مییابد، به وسیله او از قهر و غضب دوزخ خدا نجات مییابد، رازگی خدا را مییابد، این نماز است. حی علی الفلاح، شتاب کن به سوی نجات. نجات شما در چیست؟ در نماز است. حی علی الفلاح، شتاب کن به سوی نجات. ما از این صدا میزنم. پس مسلمان باید شتاب به سوی نجات داشته باشد. اولین سوالی که از دوزخی ها فردا روز قیامت کرده می شود که بین بهشتی ها و دوزخی ها سوال و جواب می شود و بهشتی از دوزخی ها پرسیده می کنن که استعذ بالله ما سلککم فی سقر، ای فلانی بچه ای فلانی، تو را ما در دنیا می دانستم، می شناختم، پس برای چی امروز در صف مسلمان ها در جنت نیستی و جایت در سقر است، در دوزخ است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. اولین جوابی که دوزخی ها جواب میدهند میگه لم نکن من المصلین، ما از جمله نمازگزارها نبودیم، در دنیا نماز نداشتیم،
در دنیا نماز نمیخواندیم، صدای اذان میشنیدیم اهمیت نمیدادیم، انا همین خیلی انسان ها بودیم. قال لم نکن من المصلین، از جمله بینمازا بودیم. دوزخی ها اکثرا بینمازا هستند، آدم کشا هم بینمازا هستند، دزدا هم بینمازا هستند، زیناکارها هم بینمازا هستند، مینوشا هم بینمازا هستند. هر جنایتکاری که در دنیا وجود دارد اکثرا از بینمازا هستند. و اونی که هست با کسی که هم نماز میخواند، هم دروغ میگوید، هم مثلا که عرق هم میخورد، زنا میکند، حج میرود میآید، بعد حج رفتنش حتی نماز هم نمیکند، این طریق هم هست. لیکن الله ذوالجلال در قرآن بیان کرد که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یگانه چیزی که انسان از فحشا و منکر باز می‌دارد فقط نماز است. و او انسانی که نماز دارد از فحشا و منکر نمی‌ایستد چی؟ مجتهدین جواب گفتند او انسان است که نمازش فقط از سر صدق نبوده است، نماز هوایی بوده است. برابر مردم خم راست می‌شود و اما دلش در دیگر جا است. برابر مردم در صف مسلمان ها می ایستد، خم راست می شود و وظیفش دیگر وظیفه هست، کارش دیگر کار است. اون خیلی انسان نماز چکار نمی کند؟ هدایت نمی کند. بلکه نماز خان اصلی که باشد او از فحشا و منکر دور می ایستد. حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه صحابه جلیل القدر پیامبر خدا، زمانی که صدای اذان میشنید دست و پای حضرت لرزه میگرفت، و ارتعدت فرایسه و تغیرت لونه، رنگ روش دیگرگون میشد، لبهاش در پرپر پریدن میزد، دست و پا را لرزه میگرفت، از راه گشتن میموند، در جای خود مینشست و صدای اذان گوش میداد. پرسیدن که حضرتی به چی خاطر است؟ گو به خاطری که مرا به سوی خدا دعوت کرده ایستاده است. مؤذن دعوت کرده ایستاده است که خدا بزرگ است، شتاب که به سوی نماز، شتاب کن به سوی نجات. اگر یک بنده دعوت کند، بنده میگوید که نروم فلان خفه می شود، در معرکه و توی فلانی نروم خفه می شود، به خاطر او کارهاش ترک کرده می رود بنده. اما از آن دعوت خدا هست، از آن دعوت الله هست که بنده بیا به مراز نیاسته بگو. پس چگونه من نترسم و نلرزم و هیبت در دل من جا نشود که من به مسجد به خانه خدا می روم و با خدا سخن می گویم؟ دست پاش لرزه می گیرم. چنین نماز داشتن دوستای خدا صحابه های جلیل القدر. ولی در نماز بامداد باشد، مؤذن دو مراتب دیگر صدا میزند: الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. معناش که ای مردم، ای مسلمان ها، نماز بهتر است از خواب. الصلاة خیر من النوم، نماز بهتر است از خواب. چون که در حالت بامداد خواب است، همه خوابم به منزله مرگ است. خواب چیست؟ مرگ سبوک. مرگ چیست؟ خوابگران بزرگا گفتند به منزله مرگ است. خواب خواهش نفس است و شیرینی ها دارد که در حالت خواب بنده را نمیفورد، از جاش میخیزد و شیطان لعین حرکت میکند که او بنده از خوابش نخیزد. ولی مؤذن صدا میزند که الصلاة خیر من النوم. ای مسلمان، نماز بهتر است از خواب. لأن النوم استجابة لنداء النفس والصلاة استجابة لنداء الله. برای چی نماز از خواب بهتر است؟ به خاطر که خواب ندای نفس است، خواهش نفس است، اما نماز راز گفتن به الله تعالی است. خدا دعوتت میکند که بیا به مراز نیاز بگو: ای بنده ای من، از خوابت بخیز.
خواب خواهش نفس است و نماز خواهش الله است. به همین خاطر نماز از خواب بهتر است. الصلاة خیر من النوم. دوم، لأن النوم موت و الصلاة حیات، زیرا که نماز حیات است و خواب مرگ است. خواب به منزله مرگ است اما نماز به منزله حیات است. نماز کسی دارد که زنده است. نماز کسی دارد که عشق خدا دارد، اطاعت خدا میکند، او بنده زنده است. به نماز زنده نیست. به نماز زنده گفته نمی شود. هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به ذکر، حضرت خواجه حافظ می گفت نمرده به فتوای من بر او جنازه کنید. کسی که در این حلقه به ذکر زنده نباشد، عبادت نباشد، خالق خودش نشناسد، نماز نداشته باشد، به فتوای من میگه جنازه او را بخوانید. او زنده نیست، او مرده هست. انسان زنده خدا را میشناسد، انسان زنده عبادت دارد. و همین خاطر نماز بهتر است از خواب.